بچه خوش اومدیم به جهان هاردکورمون که قراره توی این جهان حسابی بهتری کنیم و اگه دلتون خواست تا آخر ویدیو همراه ما باشین که قراره یه سری کارا رو انجام بدیم. کارهای اولیه رندوم سید و نگاه رندوم رفیق من نه. بله بچه اولین غذامون هم جور شد دیگه، من دیگه حرفی ندارم. اولین غذامون هم جوره. قبل از این که بریم سراغ انجام کارا من یه حرفی با شما دارم. من یه حرفی با شما داشتم. آقا اگه براتون سوال شده من کیم، اصلا من کجا آمدم، من هاردکور میپلیم. بله من هاردکور بازی میکنم. نمیدونم از اسکینم معلوم نه، خب از اسکین که ربطی نداشت، ولی خب دیگه ما هاردکور پلیر بدراکیم. اوکی هاردکور پلیر بدراکیم. اگه چالش چیزی هم دارین توی این مپ که نه، مپ های هاردکور دیگه میتره کنیم با هم. خب حمایتم با شماست، من چیزی نمیگم و فقط یه نکته رو عرض میکنم، از سر دلسوزی سابسکرایب نکنید. همین. خب دیگه آقا بریم سر کارمون. بریم اول چوب بزنیم دیگه، طبق معمول چوب میزنیم، وسیله‌های چوبی اینا دیگه. شاید براتون یکم سرعتش رو زیاد کنم، نمیدونم. وسیله آقا من اینجا رو کندم دیگه، خب برای سنگ. اما ببین دلمو گرفته اولین خونمون همین داخل باشه، یه خونه کوچولو، تا موقعی که وسیله جمع بکنیم خونه اصلیمون رو بسازیم و دایموندی باید بشیم. پروتکشن 4 میریم پیش داشمون دراگون. اوکی پس بریم من سنگ بکنم دیگه. یه سری چیزا هم هست برات چا کامنت بذارین دیگه. من تازه اومدم یوتیوب رو، من نیاز دارم به کامنت شما، واقعا نیاز دارم منده به کامنت شما. شما کامنت بذارین بدونم من چی کار بکنم. اوکی من باید بدونم که چی کار کنم. خب سر همین میگم کامنت بذارین. آقا تنهایی اصلا حال نمیده بهم، میدونه حال نمیده. خب چه همچینم داشتم میگفتم حال نمیده. داداشم یعنی حال نمیده تنها بازی کردن. میدونی تنها بازی کردن اصلا حال نمیده. اما خب ما دیگه سینگل پلیر شدیم، چیکار کنیم؟ یا خود با زندگیم دارم چیکار میکنم. چقدر زر میزن. بریم وسیله سنگیمونو بس تنها بازی کردنی الان. چی شد نه تو یارو یه جا دیگه در جلو دست و پای من. خب رفت. یکم اول به نظر من بریم یکم چوب جمع کنیم که بعدم به مشکل چوب بر نخوریم. بعدش هم یکم دیگه سنگ جمع میکنیم برای فرنیس. کم باید فرنیس دیگه فکرشو باشیم دیگه. اما از طرف من نوب سگ به شما نصیحت، هیچ وقت با رفیقتون هاردکور بازی نکنین.
هیچ وقت من نگاه کنینا، هیچ وقت منم رادینم. بله رادین هستم. از اسم چنلم که معلومه رادینم، ولی به نظر شما اسم چنلمون چی باشه؟ رادین چی باشه؟ مثلا شما دیگه بگین دیگه. مسخره نکنی، فقط از ما خواهشن مسخره نکنی. قراره با هم بتره کنیم. میدونم فکر میکنید من خیلی نوبم، اما نوب که هستم اما نوب نیستم. اگه از یه چند نفری بپرسین که رفیقای منن، خب اما تنها راهیه که شما بفهمین که من نوبم یا پروم تو هاردکور، یکیشون نمیدونم دیگه، خودتون میرین میپرسین. بهتون بعدم میگم. اگه کامنت کسی میخواد بدونه آقا تو کامنت بهش میگم، کامنت بذاره بهش میگم. اوکی؟ من درآمدی از یوتیوب ندارم، پس اومدم همینطوری فقط سر خیال باشی. دوتا فرنیس بسازم اول بازی، یه چیزی واسه خوردن داشته باشیم. اینجا دوتا ببرم داغ. چیه؟ من مخاطبای خودم رو سر کندن اذیت نمی کنم. یه فرم آقا من سر کندن یه چیزی به ذهنم زد. آقا جان هر سوالی دارین از من بپرسین، یه وقت نگید وای این از این سوال نه. من در مورد ماینکرافت خیلی چیزا میدونم. برای اونایی که میخواین یاد بگیرین، برای اونایی که یاد میگیرین میگم. خب زمین رو کندم. خب بمونید. به شما الان میگم، شما هر سوالی در مورد ماینکرافت دارین از من بپرسین. به زودی قراره یه سری هاردکور خیلی خفن ببینید که همینه. گفتم چه چیزی بهتر از هاردکور برای ثابت کردن این که یه نمیرم. اینم بابا واقعا من نمیرم. بریم سراغ کندن سنگمون. یه تختم نداره. باورتون میشه الان روز اول بازی داره شب میشه و من اصلا تختی ندارم، چون داشتم فقط سنگ میکندم و حرف میزدم. زر نزن. اشکال نداره. مود نایت ویژن داریم اما چه فایده؟ مابا که اسپام میشن و همینش خوبه. ماب باید اسپام بشه. الان خوشم اومد. نگید اینجا هم یه لاوا پول هست. ایولی لاوا پول داریم بس حله. حرف از پول میزنی؟ لاوا پول ما داریم. اوها دوتا گوسفند اینجا الان جور شد. اینم از سومین گوسفندمون هم جور شد. ایول سومین گوسفندم جور شد. ایول این تو مابی چیزی نیست. اینجا رو ببندم. وای دلم وای دستم نمیرسه به اون که رفتین تیبل. میرسه. یه در بسازم. سلام خوشگل پسر، چطوری تو؟ آرمور تو بده انصافا. تو آب خفت کنم آرمور تو میدی یا هم نداریم. حلال زاده تا اسمشو میاری پیدا میشه. اسمشو هم نیوردم اینم از دوتا در واسه محض اعتیاد. این تو چرا تنگه؟ واه از الان باید پلن بشینم واسه آینده. باید بریم یه روستا پیدا کنیم. روستا رو پیدا کردیم باید همه روستاییاشو بیاریم اینجا.
همشونه. یه تریدر اگه اسپام بشه، یه واندرینگ تریدر اسپام بشه، میتونیم لیدی که داره شلاقایی که دارم و لیدی که داره برداریم، با اونا مثلا این خیلی کارا میتونیم بکنیم. یه قایق رو میداریم میبندیم به لید رو میبندیم به قایق، ویلیجر هم سوارش میاریمشون دیگه راحت. فکر بدی کردم، نظر خودم فکر خوبی کردم. شما رو نمیدونم، این تحریم بذاریم از بپزه. کسایی که نمیدونین اینا رو چجوری فعال بکنین که داخل فرنیس چه کارهایی میتونین انجام بدین، میبینید اینطوری کار میکنه که الان مثلا بذار بهشون بگم. شما باید یه سری دکمه ها رو روشن کنین. اگه کامنت بذارین برای شما آموزششو میذارم، راحته. به نظرم که بلدین، چیزی نیست که بلد نباشین. اما اگه بلدم نباشین عیبی نداره که یه کامنت میذارین و من ویدیوشو میذارم. روز اول بازی من هیچی ندارم. کریپر بیا اینجا ببینم کارت دارم. پدرس تو بودی اینجا رو نابود کردی دیگه، من میدونم کار تو بوده. بیا ریدم. خب گوه خوردم. خب اوکی، گوه خوردم. اوکی ببین منو گوه خوردم. اوکی گوه خوردم. برو گوه خوردم. گوه خوردی. گوه خوردی. از پشت در میتونستیم لوازم ما رو برداریم، نمیدونستم. اینو دیگه جدید بود. این دیگه جدید بود. اینا واسه کارمونه، اینم واسه یه زغال درست کرد. خب دیگه آقا من برم یه سری کارهایی که لازمه رو انجام بدم، دوباره برمیگردم خدمت شریفتون. کلنگم شکست. ناری 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 ناری. آها برابچ سلامتی همتون. گوشت خوک میزنم بر بدن. مزه پای مرغ داد. دو ساعت من موندم این داشته نمیپخته. 2 ساعت من موندم. الان خیلی ها میگن نه رادین نه تو خودت کوری. باشه دادم چیکار میکنم با زندگیم. وای این دیگه بی خیال دیگه. ما باید مس بپزیم، آرمور مسی درست بکنیم اول بازی. به نظرم آرمور مسی رو بخوایم درست بکنیم خیلی بهتره. نظرتونه؟ به نظر من این آرمور مسی درست بکنیم. این چه حرفیه رات؟ این آرمور مسی که حرف درستی نیستش. بگو رونالدو به نظر من خیلی. کسانی که طرفدار بمونید دوباره شروع شد. کسانی که
چون نمیخورم. کسانی که طرفدار رونالدو همین الان ویدیو رو لایک کنن و کسانی که طرفدار مسی ان توی کامنت بذارن مسی. روز شد. البته فکر کنم روز شد. بیایم بریم بیرون. واه من آمده ام. وای آمده ام. من آمده ام. بزن کریپر رو بکش. من دیسک میخوام. آفرین بکشش این کریپر رو بکش. نه منو نکش. کریپر رو بکش. آفرین یکی دیگه نه یکی دیگه. تو رو خدا نه. این خر میمونی به خدا. اگه من به خر میگفتم که این کارو من نمیتونی بزنی. رادین مردی رو که نمیتونی بزنی. حالا که رادین مردی رو زدی رادین مردی هم تو رو میزنه. سلام خر. گلپری چه خبر؟ گلپری ببخشید گلپری زدمت. من شرمنده. بمون الان میرم چرم جور میکنم. من با تو رو بگیرم. زن قشنگ. این سری نمیدونم 100 روز فکر نکنم بشه. الان که روز اولیم. مگه نه گلپری؟ مطمئنم تا اون موقع گلپری دوباره برمیگرده. نگران نباش. باید سری من به یه ویلیج پیدا کنم. بریم اون طرفا رو یه سر بزنیم. شاید ویلیجی چیزی بود. اگه نبودم که فکر نکنم باشه. چی میگی؟ نکنم باشه. اما اگه بتونیم یه ویلیج خرابه هم پیدا کنیم خوب میشه. معمولا اینجور جا ویلیج خرابه پیدا میشه. باورتون نمیشه 3 ساعت دنبال ویلیجم. درست 3 ساعت که نشده اما یه چند دقیقه است دنبال ویلیجم. یعنی اعصاب من خورد شده. ویلیج نیست اینجا. احساس میکنم توی این سیت ما قرار نیست که به جایی برسیم. ما میرسیم. گردنم دیگه شکست. خونه کدوم ور بود؟ خونه نزدیکیم. شما رو نمیدونم. به نظر خودم که به خونه نزدیکم. شما رو نمیدونم. من خودم به نظر خودم مختصاتمون 0-0 بود اگه اشتباه نکنم. تو باید این ور رو بریم. عجب جنگلی اینجا. واسه فارم کدوی من ده جون میده. فارم کدوی قراره بسازیم با هم. اول بازی نتونستیم یه فول آرمور بشیم. حداقل فول آرمور بشیم ویدیو رو تموم کنیم تا چالش های بعد ببینیم حالا چی میشه دیگه. رسیدیم خونه. میدونید چیه به نظر وات من اینو الان میبینم. وات ایش چیه دیگه؟ الان فکر کنم فهمیدی. وای مانکرافت نه مانکرافت نجات پرست نیست. نه مانکرافت نجات پرست نیست. معلومه که نیست. معلومه مانکرافت نجات پرست نیست. اونا ویدیوهایی که شما میای میبینین که یه سگ به یه اسکلتون سیاه حمله میکنه کاملا منطقیه. چون اون باید سگ دفاع بکنه. میفهم اینجوری من میتونم برم داخل خونه. این میشه چپ اون میشه راست. بس اینو میگیرم رفتم داخل خونه. ببینیم فول آرمور میتونیم بشیم از چای گل بروت. فکر نکنم فول آرمور بشیم. فکر نکنم.
که رفتین تیبل نیست داخل این خرابه. واقعا دارم خیلی بد پیشرفت میکنم. با من تنها سینگل پلیری بودم که میتوانستم ماینکرافت را به آسانی برینم توش. خب آها فول آرمور رو شدیم. البته فول آرمور مسی بمونید یه کلنگ مسی بسازیم ابتدا. نظرتونه؟ نظرتونه؟ من برای شما چالش میذارم آقا، تو کامنت ها میخوام دعوا را بندازم سر این. شمشیر بهتره به نظرتون یا تبر؟ کدومش؟ من خودم میگم خیلی تبر بهتره، اما خب به خاطر دمیج بالا مجبوریم از شمشیر استفاده کنیم دیگه. شما رو نمیدونم، تو کامنت ها بگین. نه 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 نه. اوکی بذار ببینیم یه دونه تبر بذار بسازم بجای شمشیر. خب اینم از این، اینم از این. خب دیگه برای بچه تا اینجای ویدیو رو دیگه من همینجا ویدیو رو تمامش میکنم. پس تا ویدیو بعدی لبخند یادتون نره.